خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با این ویدیو دیگه خدمتتون هستیم. این ویدیو در خصوص این که کسب درآمد کنیم از طریق ویدیو دیدن، سرف کردن، دیدن تبلیغات و انجام تسک. و اینکه قبل از اینکه بخوام ویدیو رو شروع کنم، اگه لایک و سابسکرایب نکردی انجام بده، اون زنگوله هم بزن که هر ویدیو جدیدی هم که برات اومد بتونی سریع با خبر بشی و بیا نگاه کنی. خب بریم انجام بدیم ببینیم چه جوری است این کارش. خب من این سایتی که میخوام بهتون شروع کنم حتما تو اسکریپشن میذارم بهتون، و اینکه با هم میتونید انجام بدید. خب اولین کاری که میکنید توی سایت ورود میکنید، لینکش هم من تو این دیسکریپشن میذارم براتون، حتما از لینک ورود کنید به داخل. ثبت نام که زدید، این یه مقدار سایتش روسیه، اینو بهتون بگم. اگه بخواید این دیکشنری به اصطلاح از حالت روسی در بیاید، این کلیک راست کنید، ترنسلیت تو انگلیش بزنید، برمیگرده به زبان انگلیسی. راحت دیگه میتونید ببینید چه جوریه. و یه رجیستر داره، یه تو کام این داره که اینجا میتونید ورود کنید بهشون. حالا ریجیستر کردنش هم کاری نداره، یه دونه ایمیل میدید و یه یوزر نیم و پسورد رو ریجیستر میکنید و یه تاییدی براتون میاد که میره انجام میدید و بعدم میتونید ورود کنید. الان من میخوام لاگین بکنم، یا ایمیل یا از طریق خود یوزری که میسازید. وقتی لاگین کردید اینجا میبینید باز خب اگه روسی شد دوباره مجبورید همین کار رو انجام بدید. متاسفانه حالا بعضی از براوزرها راحت تر میتونن خود به خود این کار رو انجام بده، ولی مال من کرومه که خب حالا مجبورم هر بار بخوام این کار رو انجام بده. اگه نگاه کنید منو زیاد داره و اینا همه هر کدومش کارهای انجام میدن. و اینکه شما این بالا رو اگه ببینید ادورتایزینگ اکانت، یعنی اینکه شما اگه بخواید تبلیغات برای یوتیوبتون، برای کانالتون برید، همینجا برید انجام بدید، باید شارژش کنید. الان من میخوام بزنم، باید شارژ کنم به میزان هر چقدر نیاز دارم، حالا روبله، حالا دلاره، حالا هر چی که هست باید اینجا بنویسی، ولی حتما باید بر اساس پول واحد روسیه باشه که انجام بدید. و با تمام اینا همشون میتونید شما هم برداشتی کنید هم میتونید دریافتی کنید، فرقی نمیکنه. ولی خب من با وبمانی کار کردم، با پایران میتونم کار کنم، کریپتو هم داره، میتونید هر کدومش رو انجام بدید. خب اینا اگه نیاز بود بعد من بهتون میگم چجوری، حالا اگه نیاز بود خودتون بگی که من یه ویدیو براش بذارم که چیکار بکنید. دومین اکانت هم اکانت مستر یا همون روزره که شما اینجا میبینید. حالا من نزدیک 15 و 93 روبل زدم که فکر کنم چیزی اولش 15 سنت میشه. و اینجا استاتوس شما بهتون نشون میده، آدمک داره و آیدی دارید و یوزر نیم، و اینجا به اصطلاح اون مدالیه که به دست میارید. حالا هر چقدر بیشتر کار کنید همون قدم بهتون میده، پروفشنال میده، مستر میده. و این تسک همین ارنمانی رو اگه کلیک نگاه کنید اینجا نوشته تسک، سورفینگ، لترز، تست، یوتیوب و ویکی و این دوتای بعدی که ویکی هم که خب ما یه اکانتی که مخصوص خود که روسیه است انجام میده. حالا من اصلا ثبت نامش هم نکردم، ثبت نامش کردم یه بار، نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، کلا دیزیبل شده. ولی بیشترین کاربرد ما یوتیوب، سورفینگ و تسکه. یوتیوب اگه بخوام من بزنم روش، میبینید انقدر یوتیوب داره که تمومی نداره، یعنی همش شما میتونی استفاده کنی، هر بارم تموم بشه دوباره بازم اضافه میشه. و اینجا که خب مشخصه چگونه است و یه دونه روش میزنید که این تیکش فعال بشه. و اینجا 10 ثانیه میگه شما این ببینید نزدیک 35، حالا چقدر بگیم، سنت بگیم، ولی چجوری به حساب میاد به روسیه رو نمیدونم دقیقا. این اگه بزنم سایتش باز میشه که بتونید ویدیو رو ببینید. این قسمت میاره 10 ثانیه. خب حالا منتظریم که با اینترنت و اینجا خب این 10 ثانیه رو نشون میده که هر استارت بزنه.
خب ببینید اگه این تایمرش میره و من یه توضیح بزنم و وقتی تموم شد اینجا بهتون علامت میده که میزان دریافت کرده. خب بعد اینجا می نویسه مثلا این به اصطلاح لینک شما زدید و پورسانتتون دریافت کرد. و اینکه سرف دیدن هم که همون جستجویه، یعنی دیدن تبلیغاتی که بهتون میده. اینا بابت هر تبلیغی که 20 ثانیه بمونید الان من بزنم روش دوباره همون لینک دوباره همون صفحه میاد و اینکه این بالا بهتون نمایش میده که 18 ثانیه مثلا بمونید، ولی حتما باید یادتون باشه یا صفحه بیرون نرید یا حالا این یه خوبی که داره میتونید مثلا برید حالا یه چرخی بزنید این بالا کارتون رو انجام بدین، تایمر هم برای خودش میره. و اینکه وقتی این تموم بشه ازتون این قسمت میبینی لینک داری، حتما این لینک بزنید روش تا بهتون درصد پورسانتر رو بهتون بده. این از بخش سورفینگ. و اینکه تسکش هم که خب مشخصه چی باید بکنید، یعنی اینکه شما بهتون میگه که حتما باید یک درخواستایی که این کارفرماها دارن اونا رو انجام بدید تا بهتون یه مبلغی بده. خب مسلما اگه بخواید اینا رو درست انجام بدید خب بیشتر میتونید در بیارید. حالا مثلا همین نمونه‌ای که من اینجا زدم انگلیسی بکنیم و اینکه خب این حالا مثلا میاد میگه که مثلا چه کارهایی باید انجام بدید. یه مقدار باید وقت بذاره روی تسک های انجام دادن، ولی خب اگه بخوای همه رو انجام بدید حالا به اون درصد مطمئنا میتونی یک سود بیشتری به دست بیارید. حالا اینجا نمیشه سابسکرایب، ببینیم سابسکرایب چیه. حالا بذار انگلیسیش بکنم و اینکه اگه من گت استارت بزنم گت استارت که بزنیم کار ما شروع میشه. حالا اینجا نمیدونم چی درخواستی کجا داده، من نمیبینم دقیقا. کجا گذاشته بس؟ خب حالا باید تک و توک بزنید تا ببینید کدومی که در میاد. بهتون یه لینک میده مثل اینکه وارد تلگرام بشید و هر کدومش رو انجام دادی میتونید درصد پورسانتتون رو بگیرید. خب این وقتی تسک انجام دادم ولی خب در میاد به بابت هر کاری که انجام بدیم دیگه 5 تا بهتون میدم. و اینکه اگه مثلا تو این بازی شرکت کنی 800 تا به دست بیاری 7 تا بهتون میدم و هر کدومش بنا به درخواستی که دارن رو میتونه بیشتر باشه. حالا اینا یه بحثی دیگه ده، ولی معمولا چیزی که میتونه انجام بشه یا سرفه یا یوتیوبه که اینا میگم تسک و بستگی به خودتون داره که بتونید براش وقت بذارید و بخواید روش انجام بدید. و برداشت پولش هم شما میتونید حالا وقتی به حد نصاب رسیدید 10 تا 5 تا 15 تا حالا از هر کدومی که نیاز دارید بین این ستایی که اینجا وجود داره معمولا وب مانی رو میتونید ثبت نام کنید. باید حتما وریفای بکنید، از پاسپورت باید داشته باشید که بتونید اونو داشته باشید رو گوشیتون. و اینکه مال ایران هم میشه، من حتی همین داخل ایران انجام دادم، وریفای شده هم هستش، میتونید حتی واریزی داشته باشید. پایرم که دیگه خیلی راحته که انجام بده. من اگه بخوام وب مانی رو بزنم با همین مبلغ به من میگه که از 15 تایی که به دست میارید خب نزدیک 17 سنت به دست میارید. خب برای اینکه هم بخواید این کار انجام بدید و این گزینه رو میگه که اینو به راست بکشید تا بتونه اون کپچاش انجام میشه، بعد بزنید پی اوت. و خب من الان نمیخوام اینو برداشتش رو بزنم. حالا بذار برداشتش رو بزنیم ببینیم هم شما ببینید چگونه است. خب الان میگه که برداشت من باید انجام بدم
15 روبل که نزدیک 16 تا میشه رو باید انجام دادم و فکر کنم یه چند دقیقه احتمال داره زمان ببره تا به حسابم بشینه. خب بچه ها ببینید الان ما آمده توی گوشی میخوایم ببینیم که آیا پولی که زدیم برداشت کرده یا نه. الان من برم پرداختیامو ببینم. خب نگاه کنید همین اولی میبینید 17 سنت برداشت کرده. 17 سنت رو به ما داده، پس مشخصه که این سایت برداشت داره. الان ما چند باری میشه از این سایت من برداشت کردم، خواستم که فقط شما هم ببینیم. خب برمیگردیم تو کامپیوتر. خب بچه ها این که برداشت دادیم، حالا ما توی گوشی هم که دیدی برداشتش سریع انجام شده، یعنی شما میتونید به حال با یک کسب درآمدی هم داشته باشید از این طریق. و اینکه اگه به ویدیوها نگاه کنید، معلوم ببینید اینجا نگاه کنید تقریبا هر 10 ثانیه چیزی حالا روشه 3 روب میتونه بهتون بده. حالا اگه بخوایم شما یه مقدار دقت کنید تقریبا هر 10 ثانیه که بخواد 3 تا بده، ما حالا میگیم که 100 تا ویدیو میخواید ببینید. خب حالا ببخشید 100 تا که کمه، تقریبا 200 اگه بخواید ویدیو نگاه کنید، اگه ضرب در این عددشون بکنید هر ویدیویی که همینقدر در بیاد میشه اولوش 7 تا، یعنی تقریبا 7 روبل به دست میارید. 7 روبلش هم به دلار بخوایم اگه حساب کنیم تقریبا میشه 7 سنت. اینجا حالا میتونید به دست برید که ببینید 7 روبلش چجوری میشه. میزنید روبل تو دلار. خب ببینید اینا هر یه دونه روبلش با معادل بر 11 یا 1 سنت به حساب میاد. 1.11 است، 1 سنت به حساب میاد که شما 7 رو به دست آوردید یا 200 تا دیدن، 200 تا به اصطلاح ویدیو دیدن، چطور 7 سنت به دست آوردید. حالا این 200 تا شما حسابشو بکنید، اگه ضرب در ما 10 ثانیه که بگیریم چطور 2000 دقیقه در میاد. 2000 ثانیه تقسیم بر 60 بکنیم میشه تقریبا 33 ثانیه. حالا ما یه خورده اگه بخوایم وقتایی حالا ثانیه که دقیقاً بگیم که یه توقفی توش داشته باشه، حالا ما میگیم 1 ساعت. در واقع تو هر 1 ساعت شما میتونید 7 سنت به دست بیاری. خب بچه‌ها این سایتی بودش که شما میتونستی باش کسب درآمد کنید. رفرالش هم که این قسمتش همه چیز مشخصه، شما میتونید اینجا بزنید و حالا اون اگه سایتی دارید میتونید برای سایت خودتون بذارید، اون کدا رو بذارید به میزان این بنرهایی که دارید از طریق همین بنر هم جذب رفرال کنید که براتون یه پورسانتی بشینه. و اینکه اینا پرسونال اریا هم که میتونه مشخصات خودتون رو اینجا انجام بدی، حالا پروفایل، استاتوس، ستینگ و تو ستینگ اگه بخوایم ما بریم بخش فایننسش، شما باید حتما اگه چیزی که دارید هر کدوم از اینا رو دارید بخواید فعالش کنید که براتون بشین. حالا بیت کوینه که همون ارز دیجیتاله که شما میتونید اینجا بذارید. حالا کیف پولایی که حالا بانکی اگه به اصطلاح مال روسیه است که ما نداریم، پرفکت مانی اگه دارید میتونید بذارید. وب مانی که راحت‌تر میشه انجام داد، پایر هم که به حال این راحت‌تر، و همین صدا بانک که فکر کنم داشته باشی شما بتونید کارتون انجام بشه راحت‌تر، بتونید به اصطلاح برداشت پولتون انجام. فقط این که هر قضیه که بزنید باید حتما ریکوست کد بزنید که اون پین براتون بیاد و اینجا پینو بزنید که بتونید سیوش کنید که این قشنگ تو سیستمتون بشینه براتون. و فکر کنم تقریبا همه چیز این سایت رو بهتون گفتم و ما بیشترین کاری که با این سایت که ما میخوایم درآمد کسب کنیم همین 2 تا گزینه بودش که نیاز داشتیم که انجام بدیم و باقی
به اصطلاح چیزاش دیگه مشخصه. اینجا هم که خب نشون میده چه کسایی برداشت کردن و سیستم به چه گونه بوده، از چه سایتی بوده، وب مانی و غیره و غیره. حالا نمیدونم برای ما رو فکر کنم اینجا نشون نداده، یعنی برای ما الان نیستش. حالا نمیدونم، من اینجا ندارم، برای من نیست. حالا یا اینکه آپدیت بشه، بله اینجا فکر کنم 24 ساعتی یا چند ساعته آپدیت میکنه، همون لحظه نمیذاره. در هر صورت از این طریق شما میتونید درآمدی کسب کنید. حالا من حسابم دیگه خالی شدی، همه رو برداشت زدم و دور باید اینا رو انجام بدیم که بیاد. حالا هر کدوم از اینا کاری انجام میدیم خدا باید وقت بذارید روش. اگه بخواید چیزهای دیگه هم حتما انجام بدیم، مخصوصا اگه تسک که بخواید انجام بدیم، مسلما درآمدتون خیلی بیشتر خواهد شد. و اینکه خب این مقدار انجام تسک ها هم وقتگیره میتونه باشه، همین که باید قشنگ بخونید که چه چیزایی اون کارفرمای مورد نظر نیاز داره که بتونه براتون انجام بده. الان مثلا همین اولی رو 105 روبل زده انجام بهتون واریز میکنم، چیزی هولوش شاید $3 بشه و نیاز داره که اون کاری که شما نیاز داره رو انجام بده. در صورت اینم سایت خیلی خوبیه، برداشتیش داره دیگه، خودتون هم دیدید و میتونید حالا استارت بزنید شروع کنید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و اون زنگوله یادتون نره. ما رو حمایت کنید تا بتونیم پروژه های دیگر بهتون معرفی کنم. هر پروژه‌ای هم که انجام دادم اگه دیدم برداشتی نداره حتما بهتون معرفی میکنم که یه بار سمت این پروژه ها نرید. ممنونم، خدا نگهدار.